با فرارسی فصل زمستان تخمیناً 200 دختر در دهه دوردست ترکزی واقع در منطقه قبیله های پاکستان از یک مؤسسه محلی خیریه لباس گرم دسترس نمودند. حامیان حقوق سعی دارند به این واسطه دختران را به ادامه تحصیل در مکتب‌ها که بعضاً سرد میباشند تشویق کنند. در این ارتباط روحانیان محلی نیز در جمع آمده به ضرورت تحصیل پسران و دختران اشاره کردند. طالبان تحصیل دختران را مخالف شریعت اسلام شمرده در این منطقه صدها مکتب دختران را تخریب کرده اند. شماری از سازمان‌های شهروندی افغانستان برای اشتراک در راهپیمایی اعتراضی به کوچه‌های پایتخت افغانستان شهر کابل برآمدند. آنها میگویند کمیسیون حقوق بشر افغانستان تأثیر خود را از دست داده است و حکومت باید اصلاحاتی را که وعده داده بود تطبیق کند. همچنان اعتراضگران تقاضا دارند که حکومت مسئولان کشتار 12 فرد آسایشته در ولایت میدان وردک را به جوابگری کشد. در عرصه مذاکرات عضویت سربیا در اتحاد اروپا، کمیسر توسعه این سازمان یوهانس هان در بلگراد با وکیلان پارلمانت سرب ملاقات کرد. 14 دکبر هیئت‌های دو جانب مقررات مالی اتحاد اروپا و راه‌های بهبود روابط سربیا با ولایت سابق این کشور کوسوو را بررسی می‌کنند. در پایتخت ارمنستان پلیس به گروه اعتراضگر امکان نداد که در میدان آزادی یریون باز یک خیمه دیگر زند. این حادثه در روز نهم گردهمایی بدون توقف گروه ارمنستان نو که نظرخواهی کنستیتوسیونی این کشور را زیر سوال برده است به وقوع پیوست. به قول مخالفین هدف از این اصلاحات سر قدرت باقی ماندن پرزیدنت ارمنستان سرژ سارگسیان بعد انجام دور نهایی ریاست جمهوری او در سال 2018 می باشد. گروه اساسی مخالفین حکومت ارمنستان کنگرس ملی نیز با استفاده از روز بین المللی حفظ حقوق بشر راهپیمایی تشکیل کرده ادعا دارد که نظرخواهی کنستیتوسیونی 6 دکبر سرشار از تقلب بود.